کشورمون جام خلیج فارس. یاسر آسانی حرکت سعید سحرخیزان نگاه میکنه، در کنارش مهران احمدی رو خوب میبینه، جناب بازی رو عوض میکنه به زیبایی برای کوشکی، کنترل خوب کوشکی، گوشه محوطه جریمه به تو میاد، موقعیت برای استقلالی ها درون محوطه جریمه و غلامزاده که با حضور ذهنی که داشت توپ کنترل کرد. اولین موقعیت در همون دقایق ابتدایی برای استقلال میرفت که شکل بگیره. سامان فلاح هم جلو کشیدن، صالح هردانی به روی دروازه، فرصت برای استقلال درون محوطه جریمه که توپ به بیرون رفت تا ضربه دروازه رو غلامزاده بزنه. ببین بزرگ هم حضور داره، فرشید اسماعیلی بلند و کشیده درون محوطه جریمه، ضربه سر رو میزنن، موقعیت برای فجر و به هر شکل حبیب فرعباسی هست که توپ رو کنترل میکنه. حالا یه موقعیت برای فجری ها شکل میگیره، دقیقه دهم روی ارسال فرشید اسماعیلی، ضربه سری که فکر میکنم سینا شاه عباسی زد و در اون قائله جلوی دروازه حبیب فرعباسی موفق تر عمل میکنه. یک بار دیگه با هم ببینیم، این حسین شهابی هست، یک لحظه با دست راست توپ رو گرفت، در ادامه محمد آژیر و فرعباسی که فرعباسی توپ رو از آن خودش کرد. این حرکت هلیچی یه بازیکن رو جا میگذاره، شروین بزرگ با پشت پا با میثم مرادی اگر ببینه اون سم حسین شهابی رو موقعیت سازی میتونه بکنه، از همونجا با پای چپ ضربش رو زد میثم مرادی، تو با فاصله به بیرون رفت. با پای چپ غلامزاده هم آماده و مهیا درون دروازه، آسانی میزنه و از کنار دروازه توپ به بیرون میره. موقعیت خوبی بود برای استقلالی ها که از دست دادند. جعفری که بعد توپو پرتاب بکنه، اش نزدیک شد فرشید اسماعیلی، همچنین حسین شهابی بلندتر فرستاد در محوطه جریمه، شروین بزرگ، حسین شهابی پشت محوطه جریمه، هلیچی، میثم مرادی رو پای چپش، از ضربه پای چپ میثم مرادی که با دقت اما کمجون بود، فرعباسی به راحتی کنترل کرد. هلیچی به دنبال بازیکن خالی، شروین بزرگ با قدرت بدنی که داره، فرشید اسماعیلی، میثم مرادی به روی دروازه، موقعیت برای استقلال، برای فجر و ضربه فرشید اسماعیلی. پرچم زدای وحید سیفی و آفساید بازیکن فجر رو اعلام کرد. بودرزی حالا ببینیم چگونه ارسال خواهد کرد. یاسر آسانی با پای چپ به روی دروازه حالا میفرسته، موقعیت برای استقلالیا خیلی دور بود. منیر حدادی یک بار دیگه ارسال به روی دروازه، باز هم یاسر آسانی گوشه محوطه جریمه و حالا مهران احمدی، حالا به تو موقعیت برای استقلال غلامزاده که بیرون اومده، توپ رو دور کرد و شروین بزرگ که تا به اونجا عقب اومده تا در نقش مدافع برای فجری‌ها ظاهر بشه، یک به روی دروازه، ضربه سر از بازیکن‌های استقلال، پشت محوطه جریمه، ضربه مسعود ریگی، اون سم یاسر آسانی، توپ روی پای چپش بود با مهران احمدی درون محوطه جریمه، فرصت برای یاسر آسانی، ضربه را هم میزنه از کنار دروازه به شکل خطرناک، توپ به بیرون میره و تور بغل دروازه را هم به لرزه در میاره. یک دو خوب استقلالی ها در گوشه محوطه جریمه تیم فجر، موقعیتی که این بازیکن از دست داد. یک بار دیگه با هم ببینیم، با پای راست به این شکل ضربش رو زد، غلامزاده هم عکس العمل نشون داد اما توپ به بیرون رفته بود. بلند برای شروین بزرگ در کمند آشوماتوف، فرشید اسماعیلی حرکت کرده، میثم مرادی میتونه بره دروازه ارسالشو انجام بده، فرشید اسماعیلی گوشه محوطه جریمه، فرصت برای اسماعیلی، توپ روی پاش جفت و جور نشد. شهابی سال بلند برای یاسر آسانی، اونجا سینا شاه عباسی درون محوطه جریمه به راحتی پنالتی میده. سینا شاه عباسی کشید مهاجم تیم استقلال رو و آیا عرب براقیش اعلام پنالتی کرد، کارت زرد رو هم به سینا شاه عباسی نشان داد. یه جورای بی تجربی کرد مدافع فجر تا به راحتی پنالتی بده به تیم استقلال. پنالتی هم کاملا واضح و مشخص بود و فجر هم پذیرفتند. حالا باید ببینیم کدام بازیکن استقلال خواهد زد.
غلامزاده میاد کنار زمین صحبت میکنه با مربی دروازه‌بان فجر. یک بار دیگه با هم ببینیم این شاه عباسی است، به این شه گرفت و کشید سعید سرخیزان رو و یاسر آسانی. غلامزاده آیا عرب براقی بازیکنای فجر رو یه قدری عقب‌تر راهنمایی میکنه. حالا بعد اجازه بده تا ضربه پنالتی رو بزنن. یاسر آسانی، غلامزاده، دروازه فجر. حالا باید بزنه یاسر آسانی با پای چپ میزنه و توی دروازه گل برای استقلال به ثمر میرسه. زننده گل یاسر آسانی دقیقه 42 روی ضربه پنالتی. حلقه شادی استقلالی ها و خوشحالی هوادارهای اونها در ورزشگاه پارس و بعد برگردن برن زمین خودشون و کار پیگیری بشه. دقیقه 42 استقلال 1 فجر شهید سپاسی 0. زننده گل یاسر آسانی. در مساف با هلیچی کوشکی در اون محوطه جریمه به روی دروازه و باز هم پنالتی. تو برخورد کرده به دستان بازیکن فجر و پنالتی رو اعلام میکنه. آیا عرب براقی احتمالاً باید بازبینی هم انجام بده با وی آری که در اختیار داره. سینا شاه عباسی باز هم پنالتی داد دیگه. بدشانسیه سینا شاه عباسی هست به این شکل. بله به دستش برخورد کرد و دقیقه 49 3 دقیقه هم وقتای تلف شده نیمه دوم لحاظ شده. غلامزاده میتونه توپ رو بگیره یا خیر. حالا میره باش صحبت میکنه مطلق زاده. ببینیم چه زمانهای عرب براقی اجازه خواهد داد تا سرخیزان ضربه پنالتی رو بزنه. سرخیزان و غلامزاده پنالتی گیر هست. ببینیم در این صحنه چه میکنه که توپ از کنار دستش به درون دروازه میره و گل دوم استقلال به ثمر میرسه. اما اشاره میکنه آقای عرب براقی که سریعا استقلالی ها برن سمت زمین خودشون. استقلال به گل دوم میرسه. استقلال 2 فجر شهید سپاسی 0 دقیقه 49. این هم راکاردو ساپینتو خوشحال و دروازه فجری که باز شد مجددا. هوادارهای استقلالی هم در ورزشگاه پارس و گل دوم استقلال که به نام این بازیکن سعید سرخیزان نوشته شد. باید آقای پیروز قربانی تدابیر متفاوتی رو در نیمه دوم برای تیمش جایگزین کنه. در نیمه دوم تدارک فجری ها بعد از خوردن 2 گل چه خواهد بود و تفکرات آقایان پیروز قربانی و ریکاردو ساپینتو برای نیمه دوم چه نتیجه رقم خواهد زد. اشتباه فرب غلامزاده و ضربه‌ای که سعید سرخیزان زد تا از کنار دروازه تو به شکل خطرناک به بیرون بره. یک بار دیگه صحنه رو با هم مرور خواهیم کرد. غلامزاده از دروازه بیرون اومد. سرخیزان روی اشتباه خط دفاعی فجر میرفت که گل سوم رو به ثمر برسونه. با پای راست ضربه‌اش هم زد که با فاصله کم از کنار دروازه به شکل خطرناک به بیرون رفت. جیها فرشید اسماعیلی در اون محوطه جریمه برای ریگی مطلق‌زاده شوت زن. از همونجا مطلق‌زاده میرفت که ضربه‌اش رو بزنه. در بازگشت شروین بزرگ حقدوس ضربه حقدوس از بالای دروازه به شکل خطرناک به بیرون رفت. کنه بلند قامت فجر رو پشت محوطه جریمه. حقدوس هم هست. اسماعیلی به روی دروازه شروین بزرگ ضربه سر شروین بزرگ که با یه شیرجه کوتاه حبیب فرعباسی توپ کنترل میکنه. وثوقی فرد حرکت فرشید اسماعیلی. وثوقی فرد در مساف با یاسر آسانی. فرشید اسماعیلی وثوقی فرد به روی دروازه فرصت برای فجری ها. ارسال وثوقی فرد. میثم مرادی گوشه محوطه جریمه. خود مرادی حالا ارسال کوتاه او در 2 مرحله و فرشید اسماعیلی که ضربه سر رو میزنه. وثوقی فرد به روی دروازه کوتاه و زمینی برخورد توپ به بازیکن استقلال. موقعیت برای فجر در محوطه جریمه. برگشت توپ. وثوقی فرد با پای چپ به روی دروازه ارسال کرد. ضربه سر محمد حاجی. گفتم این مدافع برای فجر میتونه در نقش گلزن هم ظاهر بشه. این بار نفوذ او ضربه سرش و توپی که
از کنار دروازه به بیرون رفت، با پای راست به روی دروازه، فرصت برای استقلال در محوطه جریمه است، پشت محوطه محکم ضربه‌اش رو میزنه و توی دروازه گل برای استقلال به ثمر میرسه. ببینیم کدام بازیکن گل رو زد. روی یه شوت محکم از میانه های زمین. به نظر میسه که گودرزی زد، حسین گودرزی با پای چپ از راه دور ضربه‌اش رو زد و دروازه غلامزاده باز شد. استقلال به سومین گل خودش میرسه. دقیقه 87. استقلال 0-0. و فجیع‌ها که باید یک بار دیگه از میانه زمین بازی رو آغاز کنن. یک بار دیگه با هم ببینیم دفعه توپی که فجیع‌ها انجام دادن، توپ به پشت محوطه جریمه اومد و گودرزی با ضربه محکم پای چپ به این شکل دروازه رو برای سومین مرتبه باز کرد. کاری از دست غلامزاده بر نمی اومد، هر چقدر تلاش کرد غلامزاده به توپ نرسید. دیواری دفاعی هم 2 نفره بسته شده، دورخیزه اون نشون میده که خودش میزنه و مستقیم هم میزنه. ببین آقای عرب براقی چه زمان اجازه خواهد داد، برنامه کیشمس چه خواهد بود در این صحنه. یوسف کیشمس میزنه، محکم هم میزنه، اما با فاصله از بالای دروازه به بیرون میره. 5 دقیقه وقتای تلف شده برای نیمه دوم لحاظ میشه. بازیکن استقلال ابوالفضل زمانی، فرشاد فیروز پشت محوطه جریمه، میثم مرادی شوت زن، خود میثم با پای چپ میرفت که ضربه‌اش رو بزنه. حالا مسعود ریگی، ضربه مسعود ریگی از بالای دروازه به بیرون میره. مسعود ریگی، محمد آژیر، از همونجا محمد آژیر بازی هم به اتمام میرسه. تیم استقلال موفق میشه با حساب 3-0 تیم فجر رو شکست بده. امیدواریم که همه شما دوستان عزیزم این بازی رو تماشا کرده باشید و پسندیده باشید. امیدواریم که فجر شهید سپاسی در هفته‌های دیگر نتایج بهتری رو کسب بکنه تا بازی‌های دیگه از این ورزشگاه در خدمت شما عزیزان باشیم. با گزارش دیدارهای فجر همه شما دوستان عزیزم رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. خدا یار و حق نگهدارشون.